یک بگاهی تاریکی شب شده است یک آدمخور یک دانشجو را کشیده برده ایستاده که یک ادمش یک آدمخوریگا میبره میگه ای کیای میگه یک دانشجو میگه چیکارش داری میگه میبرم در آب میپرتم میخرمش من میگه این کارا که از ما یک نصیحت نکه که پشیمون میشای میگه چی با میگه من دیگه یک چه گرفتم بردم در دیگه آب پرتفتم تو آب جوشیدن همه کرچش کارا خورده. یک مسافت با نام شادیچه در یک کارخانه باغبان بوده یعنی که صدا و نیک تیرما که بده هر سحر می اومده جاربی دراز شم بگیره اما خزانایی که برگای که ریختگی زد تایمو درختار همش تازه میکرده هر روز همین کارا تا بگره تکرار میکرده یک همکارش شورت خنجری کار اهمیت میده یک روز دو روز سه روز بعد میاد پیش بابای شادیچه میگه بابای شادیچه ما هر روز نگات میکنم فقط همین برگای تای درختان میروی هر سر تا بگره نمیشه که هر یک کمی همین درختار بلرزانی اما برگش گرفت یک بار تای درختار یک دو ساعت میری تازه ولی جناب دیگه به تشویش بعدی بابای شادیچه میگه برای گم شه میگه نصیحتم نکه در 55 رفتی اخلاق نگرفتی بعدی شورا میگه چی داد بده طرف من شما را مصلحت دادم میگه برای گم شه میگه مصلحتم نته مگر هر یک درخت بلرزان و برگاش بریزن در مدت یک دو ساعت تای همه اینا تازه کنم بعد من پاکش خوب میکنم گلناره میخوام یک با شما بگویم جرأت نمیکنم او گپ زن یا کی روم؟ نه من به شما معقول عذر شما با من معقوله من شما را دوست میدارم تمام دیگر گپ نداره نه همین فقط جوابش انتظارم تمام همین خب من خگر فکر میکنم گلناره ما هم در حقیقت گلناره ما هم بچه گنده نیستیم اکا میبخشی گلمرون گلناره گلناره بس تو بالا را ببرم گلناره گلناره افندی طرف قبرستان که زر میکنه یک میبینه که در سری گوری بعضی آدما در سنگو نشتگن که 32 سال 42 سال بعد حیران میشم میگه که آدما رو ما میشناسیم که در 80 سالگی و 70 سالگیشون مردگن چی بگی در سری گوراشون 42 و 25 و 40 نشتگن بعد پیش خراولی هم قبرستان میرن میگه که همین آدما رو ما میشناسیم چی بعد در سری گوراشون 32 و 42 نشتگن همین آخر آدما 80 70 سالگیش نیدن یا گذاشته بعد قلاور میگه که خلال خبرستان میگه بچه جون یا پیش مردنشون ما را نصیحت کردن که وقتی که مردیم حساب کنین سالای پولداریامون در سری قبرمون بنشین در بالایستان یعنی که این مرد 42 سال گریمید که پولدار بود یا که این مرد که 35 سال گریمید که سالای پولداریاش نمونه نوشتیم تنبغلیاش نوشتیم بعد افندی طرف هم قلال خبرستان میگه خیلی که باشه کارا بزه پکا میگه چی با میگه ما یک نصیحت وقتی که ما مردیم احتمال در سری گوری مفنویسه که همین آدم تول چیز مور یک کمپیر بعد خونه دختر فروا بیگایی نماز شام میشوه بعد به درون قبرستان بگذره برای بعد میاد طلای قبرستان که میترسه بعد میبینه که یک مرد که اونجا گشته ایستاده است بعد میگه بچه اینجا در خاک پات صدقه تا امیر درون قبرستان نمیگذارین خونه دختر رو رفته حسابی خدمت داخل دام میکنه بعد مرد میگه چی بنه بیا بیبی جان در خاک پات میمرم بعد خاطر بیبی چخچخ کردن میره و جوران بابا قبرستان خاطر بعد بیبی بسیار تعریفش میکنه بچه بدل جگر بده بچه بناگ ناموس بده قندا تبز بسیار ناترس آفرین انشالله داخل دام میکنه میگم عمر دراز بشه بعدی کبیر ما میگه که بچه جون داری درون قبرستان رو میگذاری نمیترسی بعد میگه که مامان جون در خاک پات صدقه در وقتی زنده بدن نمیترسیدم